سلام دوستان، من پروین هستم و میخوام توی این ویدیو این طراحی رو به صورت مرحله به مرحله بهت یاد بدم. پس تا آخر ویدیو با من باش که تمام نکاتش رو ریز به ریز یاد بگیری. اول سرامیک ژل هامون رو میزنیم به صورت یک لایه نازک و لاک نودمون رو هم یک لایه نازک میزنیم و داخل دستگاه به مدت 60 ثانیه میگذاریم تا خشک بشه. وقتی لاکامون رو از دستگاه در بردیم دوباره شارژشون میکنیم. هم لاک نودمون رو شارژ میکنیم و هم سیلک ژلمون رو. سیلک ژل همون رو یه بار دیگه یه لایه نازک میزنیم و با مگنت استوانه‌ای حالت آینه‌ایش میکنیم. مگنت من اینجا استوانه‌ایه ولی شما میتونید از مگنت های تخته‌ای هم استفاده کنید. عملکردشون یکی هستش. یک بار از سمت راست و یک بار از سمت چپ میگیریم و آینه‌ایشون میکنیم و با یووی چراغ قوه‌ای خشکشون میکنیم. داخل دستگاه 60 ثانیه میذاریم تا خشک بشه و حالا روی سیلک ژلمون تاپ شاین میزنیم و روی لاک نودمون تاپ مات میزنیم. من اینجا از کروم یخی مرواریدی استفاده کردم و روی سیلک ژلم رو با کروم یخی پوشش میدم. اضافاتش رو میگیرم و روشون تاپ میزنم و برای طراحی روی لاک های نود آماده میکنم که اگر که مشکلی پیش اومد و گرد و خاک روی لاک های دیگه‌مو نگیره. حالا وقتی کشیدن گلبرگ هامون روی لاک نودمون هست تاپ مات میزنیم، روش یه بافر میکشیم که کثیف نشه سطح ناخن موقعی که کروم زدیم. گلبرگ هامون رو میکشیم و داخل دستگاه میذاریم. گلبرگ هامون من با پنسل مشکی برند آرتکس میکشم که نوچی نداشته باشه و به راحتی کروم روش بشینه. وقتی طرحمون رو زدیم کامل کرومش رو میزنیم. قلمم هم 010 روبلوف هستش که باش طرحمو میکشم. وقتی که طرحمو کشیدم داخل دستگاه میذارم و برای کروم آمادش میکنم. واسه کشیدن طرحتون میتونید از قلم‌های برند دیگه هم استفاده کنید ولی قلمتون باید ظریف باشه، یا 010 باشه یا 05 که بتونید به راحتی و با ظرافت طرحتون رو بکشید. وقتی طرحمون رو کشتیم داخل دستگاه میذاریم و کروم طلاییمون رو روش میزنیم. به آرامی باید سر بدین روی طرحتون که کامل کروم روش بشینه. کروم طلاییمون رو که زدیم اضافاتش رو میگیریم که کار تمیز بشه، چون بافر زدیم دیگه کروم روی سطح نمیمونه و کاملا تمیز میشه. حالا داخل گلبرگام رو با همون سیلک ژلمون که روی ناخن‌های دیگه زدیم میزنیم و با مگنت آینه‌ایش میکنیم و دونه دونه با چراغ قوه‌ای با یووی چراغ قوه‌ای اینا رو خشک میکنیم که طرحشون به هم نریزه. واسه تک تک گلبرگ ها این کار رو انجام میدیم. اول سیلک ژل میزنیم با مگنت فرم میدیم و با یووی چراغ قوه‌ای خشکشون میکنیم. برای تک تکشون این کار رو انجام میدیم و داخل دستگاه میذاریم. وقتی 60 ثانیه داخل دستگاه قرار دادیم حالا روی گلبرگ هامون یعنی بینش رو تاپ میزنیم چون آماده بشه برای کروم یخیمون، چون میخوایم روی گلبرگ هامون هم کروم یخی بزنیم. وقتی تاپ زدیم داخل دستگاه 60 ثانیه نگه میداریم و کروم یخیمون رو روی گلبرگ هامون میزنیم. کل گلبرگ ها رو با کروم یخیمون پوشش میدیم.
اضافات کروممون رو میگیریم و دوباره روی گلبرگ‌هامون تاب میزنیم، چون فقط میخوایم روی گلبرگ‌هامون براق باشه و بقیه کارمون و هم با همون تاب ماتی که زدیم اوکی هستش. همونجوری که داریم با قلم روی گلبرگ‌هامون رو تاپ شاین میزنیم، روی ناخن‌های دیگه‌مون تاپ شاین میزنیم و داخل دستگاه به مدت 60 ثانیه نگه می‌داریم. وقتی تموم شد در میاریم و با فوم کلینزرمون دور ناخن رو تمیز می‌کنیم. این هم فاینال کارمون هست. اگه این آموزش رو دوست داشتی لایک کن و اگه دوست داری طراحی‌های بیشتری یاد بگیری منو سابسکرایب کن، چون هر هفته قرار آموزش برات بذارم، اونم چه آموزشایی. اگرم سوال داری در مورد این طراحی یا دیزاین میتونی کامنت کنی تا خودم جواب بدم.